تلویزیون وارد کرد، گفتن ابزار شیطون رو وارد کرده. بلیط‌های لاتاری به مردم داد، گفتن قرعه کشی و برنده شدن حرومه. برای رونق بازار اجازه تبلیغات داد، گفتن مصرف گرایی رو ترویج میکنه. 5مین ارتش قدرتمند جهان رو تشکیل داد، گفتن بودجه مملکت رو بیهوده مصرف میکنه. جشن‌های 2500 ساله برپا کرد تا تمدن ایران رو زنده نگه داره، گفتن ثروت ایران رو خرج خوشگذرونی میکنه. شروع به بازداشت عده‌ای کرد، گفتن ظالمه. اونا رو آزاد کرد، گفتن چرا اونا رو نکشت؟ نفت گرون شد، گفتن همه پول نفت رو میخوره. نفت ارزون شد، گفتن نوکر بیگانه است و دستش با غرب توی کاسه است. چند همسری رو ممنوع کرد، گفتن قوانین ضد اسلام وضع میکنه. تقویم ایرانی رو از تاریخ عربی به تاریخ ایران تغییر داد، گفتن بیدینه. حالا میفهمیم که چقدر با تدبیر بود و چه شاهی رو از دست دادیم. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید، پیج کهندیار رو فالو کنید.